سلام، به آشپزی با فاطمه خوش اومدین. امروز میخوایم بریم که یه لوبیا چشم بلبلی پلو درست کنیم. اول لوبیاها رو میشوریم، بعد میذاریم که بپزه. اینجا چاقومون رو خوب تیز میکنیم. چاقوی تیز توی آشپزی خیلی مهمه. پیازامون رو خلالی و یک دست خورد میکنیم. بعد پیازا رو توی مایتابه نچسب میریزیم و میذاریم روی گاز. بهش هیچی اضافه نمی کنیم، همجوری میذاریم تا یکم سبک بشه. بعد که سبک شد بهش روغن اضافه میکنیم، یه مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم، یه مقدار نمک. آشپزی با بچه یکی از سخت‌ترین کارهاست واقعا. اینجا خرابکاری السا رو میبینیم. حالا اینجا برنجمون رو میذاریم برای دم، باید یه بند انگشت روش آب باشه. نمک هم به مقدار لازم میزنیم و پیازمون که به این مرحله رسید بهش گوشتمون رو اضافه میکنیم. ادویه هامون رو اضافه میکنیم. مقدار ادویه رو من توی کپشن براتون مینویسم و خوب تفت میدیم. سعی کنید همیشه توی غذاتون روغن خیلی کم استفاده کنید. حالا اینجا بهش یه مقدار نمک میزنیم. بعد که خوب سرخ شد 2 قاشق غذاخوری هم بهش شیوید اضافه میکنیم. حالا توی مرحله لوبیا ها رو اضافه میکنیم و با برنجمون قاطی میکنیم و میذاریم که دم بکشه. نوش جونتون.